میخوایم شما بگویید که انگیزه ایجادی هجویه شما با نام دلار در چی بود؟ دیدم که خیلی در همه جا دلار بلند شد، آدم‌ها تو با کسل دچار شدن، فشارشون بلند شد. تمام میگه دلار نیست، هر روز رو به بالا است دلار، زندگی مردم سوداگران مثال به همه زیانش رسیده بوده است. عموما به کلی مردمی جهان. شاید به درد مردم خورد، شاید کسایی گوش کنند، تماشا کنند، تسلی یابند. به همین خاطر سوری دلار رو پیشکش کردیم. شما بیشتر در این شعر کدام معنی ها را جای دادید که میتواند در رابطه با بالا رفتن دلار باشد؟ اولین چیزی که رو به بالا رفت، مثلا دلار بلند شد، نرخ هم بلند شد در بازار مثال همه چی بلند شد. برای این اساسی موضوعی گرفته من درباره رو به بالا رفتن دلار، امروزه قیمت شدن محصولات، همه چیزی که در روی دنیا هست. شخصا برای شما همچون یک هنرمند گران شدن دلار بر عوض سامانی چی تاثیر داشت؟ کجا میره با دلار گام میزنن؟ این دلار بلند شده است. مثلا من میخوام یکم چیز ثبت کنم، ثبت کردن نمیتونم، برای زورم نمیرسد. لباس گرفتن نکور نمیدونم، باید ثبت با آدمایی که ثبت میکنن همراه من کار میکنن و یا همشون مثال از دلار گام میزنن. امروز کسی نگویی کریزیس دلار. نفری بودن تماشا کردن ثبت ما را، فقط در یک چیز ایراد گرفتن که باید تو دیپلمات پولی دلار میکردی. من گفتم من مدام که وای جامدان پولی دلار میشد، من درباره دلار سرود نمیخوندم. من زندگی من هیچ اصول بردن میگفتم.